السلام علیکم حاجی میرزا. من ساکن ناحیه دنغره ام و خود را حس نمی کنم که من از دنغره هستم. خود را حس می کنم که من از شهر کولاب هستم. من 3 سوال دارم، از شما خواهش می کنم جوابش را گردانید. ما را 2 ماه پیش می گفتند که معذرت نیست، مرا دعاخوانی زیاد کردند و مرا ملا و ایشانهای دنغره 1 سال پرهیز از نمازخوانی و از جمع خوانی و در بین آدمان و 6 ماه از روغن خوردن من کردند. چیکار کنم؟ یعنی این گونه پرهیز در اسلام نیست برادر عزیز و گرامی. و خدا رحمتشون کند. من نمیدانم اونا کی باشند نباشند، مطلب اونها زنده ماندن تو نیست. اگر همین خیال مقصد باشد زنده ماندن تو مطلب نیست. هم روحاً هلاک میشوی، هم جسماً هلاک میشوی. میدونین؟ هم روحاً هلاک میشوی، هم جسماً. وقتی از نمازخوانی تو را منع سازند، وقتی از نماز جماعت را منع سازند، تو الکی روحاً هلاک شدگی. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید اگر 2 نفر جان دارند، حیات دارند، لیکن یکیش خدا را یاد میکند و دیگرش خدا را یاد نمیکند، یکیش عبادت خدا را میکند دویمش نمیکند، یکیش مسجد میرود دیگرش نمیرود، حبیب خدا گفت این انسانش زنده هست و آن انسانی که جانم که داشته باشد در قطار مرده ها هست. پس انسان روحاً هلاک شده است. این خیل پرهیز یگان انسان حق این خیل پرهیز دادن نداره که تو نماز نخوان یا نماز جماعت بنرو. یک چیزی که جین از انسان دور میکند. ولی امروز ببین چقدر مقصد همین جین ها دامنگیر بنده های خدا شدند. اکثر مردم هم میبینیم امروز جینواره شدند. خب امروز بسیار کسلی های روحی روز به روز زیاد میشوند. یک وسیله تبابت بیماری ها نماز جماعت است. اگر انسانی که پایبند نماز با جماعت باشد انشاءالله جین در وجود او هیچ وقت تأثیر خودش رساندن نمیتواند. و این خاطر یک وسیله تبابت آدمای جینواره آمدن مسجد است. ببینیم چقدر این خیلی غیرت در کار کی، غیرتی به معنیگی در کار کی. حبیب خدا امر به نماز جماعت میکند، ما او را از جماعت من میکنیم. شما ببینید حکم پیغمبر بالاست یا حکم ما امتان او بالاست؟ اما که پیغمبر خدا هرچی گفتن سخن خدا را گفتن، سخن هیچ کس گفتگی نیستن. و این خاطر این پرهیزها را شما قبول نداشته باشید. از روغن خوردن هم انسان باید پرهیز نکنه. این مولانا هزارها بیمارها را میخوانند، این گروه برادرها اینجا هم هستند هزارها بیمارها را میخوانند، لیکن باره نشدیم که اینا از نماز و از جماعت و از اینا من کرده باشن، بلکه بر این تشویق میکنن. برای همین دادرها عزیز پرهیز نیست، پرهیز نکنید، از حلال خدا پرهیز نکنید. هر چیزی که خدا حلال گفته است خوردن بگیر، با که ندارد. اینا بعضی ها میگویند خیلی این بعد تیب وابستگی داشته باشد که خوردن یگان نمود روغن فشارش تو را بلند کند، اینش دیگر چیز است. یکی وقتی گوییم که همین پرنده را نخور یا که عسل نخور یا که گوسفند نخور که زیان تو زیاد میشود، این تماما قابل قبول نیست. فهمیدین؟ این حلال است برادر عزیز. وقتی خدا کلوا من طیبات ما رزقناکم، امر خورید بنده های من از حلال ها خورید که شما موقتین 40 سال 50 سال همی حیات دارید، منبری میره این نعمت ها در اینجا نماند. با نعمت های از این بهتر در آخرت برای شما منتظر است. و این خاطر برادر عزیز این پرهیز شما شکنید. این پرهیز یک باره تو را جینواره میکنه، یک باره یک جین باشد میلیون جین در اطراف تو جمع میشود. و این خاطر اینا تماما این چیزا
داده نشویم. تماما خلاف گفته خدا و رسول است و خدا، خلاف گفته خدا و پیغمبر است. بسیار این خیلی ناخوب است. برادر عزیز، اگر شما مثال کدام شما از همون موضع ها باشید رفته رسانه که این چیزها را دلالت نکنید، این گونه پرهیز مردم به این گونه پرهیز دلالت نکنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. خوب میشد که یک جمعه در موضوع رضاع صحبت می نمودید، زیرا که اکثر مردم از مسئولیت آن بیخبرند و این باعث سر زدن گناهان زیاد می شود. با احترام مخلص دائمی شما از خواجگی امیرشاه. انشاءالله من گپ میزنم در این باب رضاع. رضاع گفته شیرخوارگی را میگویند، یعنی حضرت امام ابو حنیفه را خدا رحمت کند میگوید یثبت بمسة فی حولین و نصف. همین رضاع شیرخوارگی به یک بار مکیدن و تا 2.5 سالگی رضاع شیرخوارگی واقع می شود. یعنی اگر در این مسئله شما خودتان اهمیت دهید که وقتی که مثال عائله های شما زمانی که پیستان های اونها شیر دارد با اونها تأکید کنید که به هر یک انسان شیر ندهند. وقتی تصور کنید که یک همسایه را یا یک جا سفرکی می شود، در سفر کسی را که شیر داد و همچو فرزند او حساب می شود، فرزند است برای او. دیگر اگر وای شیرخواره اگر بچه باشد دختر این گیرد اکه و خواهر گویا که زن و شوهر شدند. این بسیار خطری کلان دارد. باید زنها وقتی شیر میدهند به شوهرها خبر دهند که فلانی را من چیکار کردم، شیر دادگی هستم. حضرت امام شافعی و دیگر امام ها خدا رحمتشان کند تا 2 سال گفتند، لیکن امام اعظم تا 2.5 سال گفتند. گفتن اگر کودکی که تولد می شود از روز تولدش تا 2.5 سالگیش از کدام زنی که اگر شیر خورد وای فرزندی وای به حساب می رود. بعد 2.5 سالگی که بالا که شیر خورد دیگر اینجا رضاع یعنی شیرخوارگی واقع نمی شود. یعنی بعضی آدم های اصلا سوال میکنن حالی که در حالت همی کلانسالی مبادای اگر شیر یکی زن تا اگر خوری میگن زن به تو طلاق است. نه، این طلاق نمی شود مگر وای حلال نیست خوردنش، لیکن طلاق واقع نمی شود. یعنی شیرخوارگی هم واقع نمی شود. فقط از روز تولد تا 2.5 سالگی کدام فرزندی را که اگر زن شما شیر داده باشد وای فرزند شما می شود و دیگر حقوق ندارد که از اولاد شما کسی را خواستگاری کند، خواه زن باشد خواه بچه باشد. بسیار در این حتی امروز مسئله برآمد که انسانی که یک بچه را شیر داده است امروز با دختری او یک جای زندگی دارند، صاحب 5 فرزند شدند، اکه و خواهر هستند. اونا از روی اسلام 5 فرزند دارند اللکه. بعداً اثبات شد که این در خوردش از همین مادر دختر شیر خوردگی بوده است. این امروز چیکار کنن باید؟ بسیار با دقت باشین، زنها را تأکید کنین، همین سخن برده رسانین که هر جایی که شیر میدهین شما باید که یک خط داشته باشین، نام وی نویسانده باشد تا که ما دانیم که مثال همین فرزند از همین عائله من شیر خوردگی هست. خود همون زنم در لعنت گرفتار می شود وقتی که اگر به اجازت شوهر اگر به کدام فرزندی که اگر شیر دهد. السلام علیکم داملای عزیز، آیا غسل روز جمعه واجب است یا سنت؟ زیرا که در یک حدیث که ابو سعید خدری روایت میکند میگوید که پیغمبر ما غسل روز جمعه را واجب گفته است. یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که روایت میکند از حبیب خدا، در اصل پیغمبر چی گفتن؟ گفتن غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. این حدیث متفق علیه است، راویش ابو سعید خدری است. پیغمبر خدا گفتن محتلم گفته آدم بالغ میگن، بر هر یک آدم بالغ
آبازی کردن روز جمعه واجبون گفتن، واجب است. لیکن محدثا المراد من الوجوب الوجوب الاختیاری گفتن. مراد از این واجبه که پیغمبر گفته است واجب اختیاری است، واجبه که ضرور امر کردگی نیستند. از این خاطر این روز جمعه را غسلش چگونه که صاحب مختصر هم خدا رحمت کند و میگه و سنن للجمعه والعیدین والاحرام والعرفه، یعنی سنت از غسل کردن از برای روز جمعه و سنت از غسل کردن پیش از عید رمضان و پیش از عید قربان و سنت از آبازی کردن پیش از آنی که حاجی ها احرام در بدنشان میپوشند و سنت از غسل کردن در روز عرفه که اینا در عرفات حاجی ها اونجا غسل میکنند. انا این روزه غسل کردنش یعنی سنت میگویند، این واجب نیست. حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ایام یغسل رأسه و جسده. پیغمبر خدا گفتن حق خداوند است بر ذمه هر مسلمان، حق خداوند است بر ذمه هر یک مسلمان این که در هر هفته یک بار کل بدنش شسته تازه کند. یعنی روز جمعه را اگر ما و شما به شستن تمام بدنهامان اگر انجام دهیم این به نهایت نیک می شود. هر کدام شما وقتی که جمعه می آیین کار کنین، دادرای عزیز و پدرای عزیز که غسل کنین، بدنهاتون با صابون شویید، اگر خوشبویی ها داشته باشد خوشبویی ها استفاده کنید، لباس های بهتری که دارین بهترین لباس هاتون پوشین و بعد به نماز جمعه بیایید. این حالت در شما خیلی ثواب کلانی را نائل میشوید. یعنی خلاص در تازگی خیلی اهمیت دهید، بسیار تازه باشید. روز جمعه هم که آبازی کردی اقلا در یک هفته 2 بار آبازی کن، 2 بار در همین شرایط که الحمدلله که آب مجانا است، مفت است. الحمدلله این چراغ هایی که امروز آبهای ما و شما را گرم کرده میتواند. شما یک چیز را فراموش نکنین، امروز مردم اروپا را تماشا کنین چند قدر تازه هستند. وقتی نگاه میکنی چند قدر آلفته هستند، چی در خوراک خوریشان، چی در لباس پوشیشان، چی در شکل شمایلشان. حال آنکه ان الله نظیف یحب النظافه، حال آنکه حبیب خدا میگوید پروردگار پاک است، پروردگار زیبا است، پروردگار تازه است، پاکیزه و تازه ها را دوست می‌دارد. این پاکیزگی از اسلام است. امروز اون مردم این استفاده میبرند و ما و شما مردم مسلمان خیلی در این مسئله قفا ماندگی هستیم. بسیار اهمیت دهید جوانای عزیز و پدرای مهربان، در مسئله تازگی خیلی اهمیت دهید. بدنهاتون دائم تازه نگه دارید. حتی یک شرطی پیدا شدن محبت بین زن و شوهرم در تازگی گفتن عزیزان ما. گفتن اگر زن دائم خودش را زیبا کند، اگر دائم زن بدنش را خوشبویی کند، اگر دائم زن اسمه و سرمه استفاده برد و شوهر به مجرد دیدن چکار میکند؟ باز محبت زندگیشان در بینشان زیاد می شود، از حساب لباس زیبا، از حساب شکل زیبا. حتی خدا رحمتشان کند ابن عباس را میگوید میدیدم که بسیار زنم برای من زیباگی میکرد. وقتی که من خانه می آمدم یا در جایگاه خواب که خواب میکردم، چه بهترین خوشبویی ها را عائله من استفاده می برد، سرمه میکرد، اسمه میکرد، یعنی همه شکل شمایلش بهترین صورت می آورد. اینقدر میگوید محبت مرا خداوند در دل وی جا کردگی بود، اینقدر من وی دوست می داشتم. لیکن من از حساب آن که زن من که این گونه بود خودم را مثل زنم منم زیبا میکردم، منم پاکیزه میکردم تا که در بین هر ما محبت پیدا شود.
بسیار اهمیت دید. در بدنتون اهمیت دادین، در لباستون اهمیت دادید، حتی در همون کرپچه هایی که در خانه می نشین همون آدم اهمیت دهید، حتی در خانه ای که شما خواب میکنید در همون هم اهمیت دهید. بسیار خلاصی گپ، بسیار آلفته باشید، بسیار تازه باشید، زیرا تازگی از اسلام است. در همه اطراف خانه نظر کن. در بعض خانه ها این جای طعنه کردن نیست، جای منت گذاشتن نیست. وقتی رفته باور کن طعام میخوریم، همون دستمالی که در دست ما میدهند که دستهامون پاکیزه کنیم، باور کن از بوی بدی و یا دیگر دست مالیدش نمیتونی. چندقدر یک بوی بدی در همون دستمال ها وجود دارد. اینقدر خراجات ها میکنیم لکن یک دستمال همون تازه پاکیزه را پیش یک مهمان در گذاشتن نمیتونیم. حالا که حبیب خدا میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. شما اگر ایمانی بر خدا داشته باشین، ایمانی بر روز قیامت داشته باشین، مهمان هاتون احترام کنید. انا همین است احترام، احترامشون کنید. چی از خیر خدایی هایی که داریم با یک دستمال یک معرکه کلان ما و شما میگذرونید. وقتی خراجات اگر خوراکه هامون حساب کنیم به 2000 و 3000 سامان میرسد، لیکن برای دستمال خریدن که به تمام همون معرکه اگر ما یک دانه خریم شاید 50 سامان 100 سامان ده همش ده کفایت کنه، شاید حالا از این هم کمتر می شود. اینا ده اهمیت دید. امروز عصری نو است. امروز دیگر در زیر کش تازه کردن و در جلک مالیدن و در ریش مالیدن گذشت. امروز مدنیت است. امروز پیشرفت کردن در کار. بسیار اهمیت ده در این مسئله ها. اینا هم از اسلام هستند، اینا هم مسئله شرعی هستند. بعضی آدمانی که این سخنهای ما را شنیدن برای ما دستمالی نو میارن، لیکن برای با دیگرها دستمالی نو نمیتن. ما که آمدیم دستمالی نو بیاریم، دستمالی نو بیارن، لیکن دیگر مردم دا نمی آرن. فکر میکنم فقط دستمالی تازه برای من لازم است و بس. من هم یک بنده عاصی مثل شما هستم. ما یگان قدر منزلت از شما بیشتر ندارم. السلام علیکم داملا اکای حاجی مرزا. در نماز جمعه برای چی 2 بار اذان گفته می شود؟ این اذان اصلا در دوره های پیغمبر 1 بار بود، در دوره های حضرت ابوبکر صدیق هم 1 بار بود، در دوره های حضرت عمر هم خلافتش 1 بار بود. لیکن وقتی انبوه مردم که خیلی زیاد شد، الکه دوره های حضرت عثمان در کتاب ها میگوید که 2 اذان شد. 2 اذان شد. یکم اذانش برای چی بود؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. یکم اذانش همین است که وقتی اذان یکم که گفته شد، ترک باید دکانها درهاش بسته شود، کارهای دنیایی همه ترک کرده شود. اذان دوم که گفته شد باید که الله که در نماز اونها قائم باشد. این یکم اذان گویم ساده کرده گویم، یعنی این آگاهی هست. آگاه باشید که عبادت پروردگار شروع می شود. کارهایی که دارین کارهاتون ترک کنین، طهارت کرده به مسجد حاضر شوید. و دوم اذانش الله که از اقامت صلات، یعنی از شروع نماز خبر می دهد. نماز تراویح اساساً چند رکعت است؟ مخلصان شما از امام تعریفی التماس جواب پورا دهید. نماز تراویح اصلا نزد عقیده من 20 رکعت است. 20 رکعت است. این یکی از سنت های حضرت عمر است. پیغمبر خدا گفتن علیکم بالسنت و سنت الخلفاء الراشدین و سنت الخلفاء الراشدین و عزوا علیها بالنواجذ. با سنت های من چنگ زنید و با سنت های چهاریار من چنگ زنید. از این خاطر اینم یکی از سنت های حضرت عمر است
از این خاطر 20 رکعت نماز در تراویح نزد ما و شما سنت است. همینش برای ما و شما بس است و کفایت کننده است. اون در بعض مسئله هایی که نسبت این تراویح اختلاف ها میراد اونش ما کار نداریم، اوناش رویه ما نیست، اونا با مذهب ما نیست. برای ما و شما هم 20 رکعتش کفایت میکنه. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد اولا از خداوند سلامتی شما را خواهانیم و شکر آن را داریم که چنین پیشوا خداوند به ما عطا نموده است و ما چنین سوال به شما مراجعت میکنیم. دوره کردن میت درست است یا نه؟ دوره کردن ما یک بار گفتیم که وقتی که ما و شما پیش از جنازه کردن دوره میکنیم، دوره اصلا نه در آیت آمده است نه در احادیث های پیغمبر. من در هیچ مسئله دوره کردن را ندیدم، در یگان کتاب از این خبرم نه آمده است. لیکن حتی خطا بودن و نادرست بودن دوره هم خودش معلوم است. اگر با شرطی که همون مرد یا همون زنی که مرد است ما در حالت دوره میگوییم بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است، اگر همون تماما نخوانده باشد الله که یعنی من شاهدی داده استم که وای بعضی را ادا کرده است، دروغ گفته ایستاده، وای نخوانده است، بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. این ما و شما در دوره میگوییم، لیکن اگر مبادای وی نماز نخوانده باشد من میگویم بعضی را ادا کرده است، آیا این دروغ نیست؟ یا بعضی را قضا کرده است، اگر قضا کرده باشد وی در نزد خدا عاصی و رسوا است. چرا نماز قضا کرد؟ چرا خراخوری را قضا نکرد؟ چرا پول جمع کنی را قضا نکرد؟ چرا راحت دنیا را قضا نکرد؟ چرا تمام معیشت دنیا را قضاش نکرد و نماز قضا کرد؟ چرا؟ این سوالی هست از نزد پروردگار برای او بنده می شود که چرا به همه کار دنیایی رسیدی قضاش نکردی؟ چرا نماز قضا کردی؟ در قضاشان در نزد پروردگار گناهگار است، در نخواندنشان در نزد پروردگار گناهگار است. حبیب خدا گفتن لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بے قدرترین، بے شرفترین، بے ناموسترین مردم در امت من آن کسانی هستند که نماز نمیخوانند. این بے قدرترین انسان در روز قیامت است. برای همین اون گندمی که ما میاریم در یک طبق میگذاریم، من نمیدونم باعث چی باشد. حالا که گندم برای فدیه صوم صلات ما داریم، دلیل ها داریم که فدیه دادن در کار برای ترک نماز و برای ترک روزه. یعنی اگر مبادا یک شخصیت از دنیا گذشت در کدام حالت فدیه میتیم؟ فدیه نماز 2 کیلو گندم است. یعنی اگر مبادایی که یک پدر نماز بامداد خوانده نتوانست، به خاطر چی؟ به خاطر شرایط بودنش نه، بلکه در حالت بیهوشی بود. انا در همین حالت اگر نماز از او فوتید یا نماز پیشین هم از او فوتید و در نماز عصر اگر قضا کرد، او در حالت بیهوشی از دنیا گذشته بود. انا برای نماز بامداد و نماز پیشینش مثال فرزند همون 4 کیلو گندم فدیه صلات میتن. برای 2 نماز از پدرش در حالت بیهوشی گذشتگی است. اگر ماه رمضان باشد، برای هر یک روزی که وی خوردگی هست که وی قوت نداشت، اون هم 2 کیلو گندم دیگر میدهد. یعنی وی با عذر نمازش نخواند، خیلی بالای پا بود یا کار دنیایی در مشغول بود، یک بارا جان داد و بعد 1 سال و 2 سال نماز نخوانده باشد، اگر ما 1 تانه گندم هم که دوره کنیم وی فایده نمیکنه. 1 تانه گندم هم. این عقیده اصلش انا همین است. اگر مبادای در بین شما یگان ملا باشد یا یگان کتاب دلیل داشته باشد، برای من در خط نویسید، من در بین این مردم باور که دلیل تر خوانده میتونم. لیکن من الحمدلله با تمام مسئولیت میگم تو دلیل نداری، هیچ دلیل نداری، نیست در یگان کتاب، وجود نداره.
اینا من برای اون میگم که تا که شما آگاه شین که همین چیز صحیح نیست. من برای تحقیر کردن دامله های پیش نمیگم، فقط برای اون میگویم که این از اسلام نیست. مگر این پیدا شد به مرور زمان باشد، عادت چیزی شد پیدا شد. فرزند چی دختر باشد چی بچه، پدر و مادرشان از بالای سرشان بوسه کنند، علی رأس، از تار سرشان. بچه و دختر حقوق دارد پدر و مادر از تار سر بوسه کنند، لیکن پدر و مادر حقوق دارن فرزندهاشون از رخساره هاشون بوسه کنند. خب قبلة الموده، چهارم بوسه مودت نام داشته است. هی قبلة الاخ للاخ او الاخت علی الجبهه. خواهر برادرشه، برادر خواهرشه، فقط حقوق دارن که از پیشانی بوسه کنند. و آخر و قبلة الشهوه، آخرش قبله شهوت، بوسه شهوت است. هي قبلة الرجل لزوجته على الفم. پنجمش بوسه شهوت نام داشته است، یعنی بوسه کردن شوهر زن یا زن شوهرش از دهانشان اجازت است، فقط برای شوهر و زن. همین 5 نمود بوسه را گوش کردین، از این زیاد کم نکنین دیگر. آن چیزی که این عزیز ما و شما برای ما و شما رخصت دادن همش در ذیل حدیث است. حتی در مشکات هم باب بوسه کردن رسول اکرم فاطمه را آمدگی هست و فاطمه پدرش هم بوسه کردگی هست، آمدگی هست. بوسه کردن رسول اکرم جعفر طیار برادر حضرت علی را آمدگی هست. از این خاطر این دلیل هایی که من برای شما میخوانم همه اینا در زیر حدیث هستند. از این دیگر زیاد و کم نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، درباره آدمانی که امر معروف را گوش کردن میخواهند، اسلام به اینها چی میگوید؟ دوم، وقتی که خداوند آدم را خلق کرد، زبانهایشان را کی و چی خیل جدا کرد؟ و مثل تاجیک و روس و ازبک و انگلیس و غیره. التماس جواب درست دهید. من یکی از مخلصان اشدی شما میباشم. خداوند در سوره روم میتواند آیت 22 و نظر کند. خداوند میگوید و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. خدا میگوید که همین پیدا کردن آسمان و زمین من آیاته، این از قدرت من نشان دادن است. این قدرت من است که من آسمان و زمین آفریدم. کسی زمین و آسمان آفریده میتواند یا نه؟ نمیتواند. و از قدرت من است این که من رنگهای شما را دیگرگون کردم. یکی از شما را سیاه کردم، یکی را سفید کردم، یکی را زرد و یکی را سرخ و دیگر نمودها را شما را مبدل گردانیدم. و دیگر از قدرت من این است که من زبانهای شما را دیگرگون کردم تا که برای تمام دانشمندها و برای تمام مردم این قدرت من آشکارا شود، تا که به قدرت من تسلیم شوند که من این ذات هستم که رنگهاتان دیگر میکنم، زبانهاتان دیگر میکنم، آسمان و زمین می آفرم، با یک حرف کن تمام دنیا را خلق میکنم، هر چی خواهم پیدا میکنم. یعنی از این خاطر این کی شده است، این کیش خدا خودش میداند. زمانی که آدم آفرید و فرزندهای او را که پیدا کرد، همون زمان دیگر زبانهاشون را دیگر کرد. در دیگر سوره قرآن هم است: یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. خدا میگه یا ایها الناس، ای مردم،
من شما را از یک مرد و از یک زن آفریدم، یعنی از بابای آدم و از مام حوا شما را آفریدم و شما را من قبیله قبیله گردانیدم، یعنی هر کدام شما را به هر شهر پرتافتم. برای چی؟ برای چی زبانهاتون را دیگرگون کردم؟ برای چی شما را قبیله به قبیله جدا کردم؟ لتعارفوا، تا که با یکدیگر رفت و آمد کنید، تا که با یکدیگر خویش و تباری کنید، تا که از یکدیگر عبرت گیرید. من به این خاطر شما را در هر گوشه های دنیا تقسیم کردم. لیکن کی چه خیل شد این خدا خودش میداند، من نمیدانم. آدمانی که امر معروف و گوش کردن نمیخواهند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. چه تشبیه خیلی وزنینه، چه تشبیهی که باور کن در تحلیلش اگر انسان ذره ناموس داشته باشد خیلی غمگین می شود، از حال خودش از احوال خودش غمگین می شود. خداوند می گوید بدترین جنبنده در روی زمین، یعنی بدترین آن نام انسانی که دارد در روی زمین، کدام انسان از همه بدترین است؟ آن کسانی که کر هستند، آن کسانی که گنگ هستند، آن کسانی که کور هستند. اولئک کالانعام، خدا گفت این گروه، این کوران و کران و گنگان، اینا حیوان هستند. بل هم اضلوا، خدا گفت از حیوان هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، اینا در غفلت هستند، از حیوان دیده پستر هستند. او حضرت سعدی را خدا رحمت کنه میگه مسکین خر اگرچه بی تمیز است گربار همه برد عزیز است. همین مسکین خر اگرچه خر است، اگرچه یک حیوان خیلی گویم آوازی ناخوب دارد، لیکن مادام خدمتی در مردم که میکند و شرف دارد و قدر دارد. اگر قدر نمیداشت امروز 200 سامان و 300 سامان ارخش نبود. هم قدر دارد میگن. لیکن انسانی که از امر معروف میگریزد، خدا میگه از همون حیوان هم دیده قدرش پستر است. کیا؟ گنگها کی است؟ کسانی هستند که امروز حقیقت به مردم نمیرسانند، حقیقت نمیگویند، گنگ هستند. شاید میگه اگر حقیقت گویم به ضرر من حل شود، یا شاید حقیقت گویم اگر ممکن که از مسجد مرا از کار گیرند، شاید اگر حقیقت گویم شاید اگر فشار بالای من آید، گفته هر سبب ها را کردن میگیرند. خدا میگوید این بدترین انسان است کسی که حقیقت به مردم نمیرساند. قول الحق و این کان مرا، حبیبی خدا میگوید حق تلخ است، اگرچه حق به ضرری تو هم که حل شود و مردم مسلمان حقیقت را برسانی تا که آگاه شود. دوم گروهی که بدبخترین هستند، این مقصد من این کرها و گنگها و کرای مادرزاد نیست، اینایی که به بیماری همین به بیماری مبتلا شدند، بلکه گنگ آن کسی است که زبان دارد و حقیقت نمیگوید. دوم کوران آن کسانی هستند که حقیقت را نمیبینند، حقیقت نمیبینند. کران آن کسانی هستند که شنیدن امر معروف نمیخواهند که امر معروف باشد. حالان که خدا رحمت کند صوفی علیه را میگوید بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عمل در نزد پروردگار از حساب اجر کی دارد؟ کسی دارد که امر معروف و نهی منکر بکند. حتی حبیب خدا میگوید مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه مثل الحی والمیت. آدم مرده را از زنده گو من جدا کنم برای شما. یعنی دو آدم زنده را راست کردن، گفتن امینا میدانین کدامش مردگی هست و کدامش زنده هست. گفتن کدامش مرده هست کدامش زنده است، حالان که هر دوش بالای پا ایستادگی است. آخر اینا هر دوش حرکت دارن، زنده هستن. که پیغمبر گفت آن کسی که یاد خدا میکند، آن کسی که این گونه مجلس ها را دوست میدارد و زنده هست.
آن کسی که از یاد خدا دور است، آن کسی که از این مجلس ها نفرت دارد، وای در حکم مرده ها هست. خداوند در قرآن میگه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خدا سفارش میدهد باید که در هر یک دهه، باید در هر یک شهر، باید در هر یک کوچه مبلغا باشند، دعوتگرها باشند، امر معروف نهی منکرها میکردگی ها باشند. باید باشد میگه خداوند. حتی که همین فضلی که خدا شما را داده است، و چی خاطر دادتان؟ و چی خاطر شما را بهترین امت روی دنیا خواند؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت آخر زمان، ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت هستید. به خاطر چی؟ به خاطر که شما در مجلس هاتان امر معروف و نهی منکر دارید. به این خاطر شما بهترین امت هستید. لیکن صد افسوس که امروز سخن حضرت حذیفه ابن یمان یاد محمد صحابه پیغمبر و حضرت گفتن یأتی علی الناس زمان، زود است که یک زمان می آید که لأن تكون فيهم جيفة حمار احب الیه من مؤمن یأمروهم و ینهاهم. زمان می آید، گفت حضرت حذیفه، که برای این مردم قد بیهوده گفتن است، صحبت اونها برای اینها خوش می آید از شنیدن سخن خدا و پیغمبر. امروز همون معرکه ها در ما و شما هستند که این گونه معرکه دا ندارند، جلب ندارند، خواهش ندارند، بلکه نفرت دارند. خدا رحمت کند حضرت سعد با دانایان دم عرض جهانی، با آدم دانا یک دم یک لحظه نشستن میگوید، این میگوید قدر جهان دارد. با دانایان دم عرض جهانی نیرزد صد سری نادان بنانی. کسی میخواهد، کسی دوست میدارد این معرکه ها را خوش به حال شون، حتی که دوزخی و بهشتی را باور کنه از همین معرکه ها یافتن ممکن است. حضرت جلونی را خدا رحمت کنه در معدن حالش میگد کسی پرسید از سلطان ابرار این دوزخی را از بهشتی از حساب همین معرکه جدا کردن، معرکه امر معروف. کسی پرسید از سلطان ابرار شدم در مانده یک امر دشوار، ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. ای پیغمبر خدا، من نیکبخت هستم یا بدبخت؟ من بهشتی هستم یا دوزخی؟ ای حبیبی خدا برای من خبر ده. پیغمبر خدا چی گفت؟ بگفت حضرت معالایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن در صحبتی نیک. اگر مائل شود دل نیکبختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. حضرت گفتن برای آن که تو بفهمی که دوزخی هستی یا بهشتی، برای آن که تو بفهمی که تو نیکبخت هستی یا بدبخت، در یک معرکه امر معروف رفتن نشین. اگر دلی تو در اونجا نرم شد، اگر خواهشی تو باز زیادتر شد، اگر تو به ساعت تیز تیز نگاه نکردی که تیزتر همین معرکه بود شود، بلکه در دلت گذرانیدی که شاید 2 ساعت باشد، شاید 3 ساعت باشد، اگر این چنین لحظه ها در دل تو که پیدا شد، حضرت گفتن که تو یقین دان که تو نیکبخت هستی، یقین دان که تو بهشتی هستی. در دوامش چی گفتن؟ دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، لیکن رفتی و بی طاقت شدی، یا که از این معرکه ها گریزان شدی، دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان بخواهد. حضرت گفتن مادامی که در این خیل معرکه ها که بی طاقت شدی و نفرتت پیدا شد، یقین دان که تو بدبخت بوده ای، یقین دان که تو دوزخی بوده ای. آن کسانی که به بیعت از امت من نیست معنی داد کنید. این بیعت من از این میفهمم که پیغمبر خدا گفتن کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا. قیل یا رسول الله و من یعبا؟
قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا. این برادر سوال کرده است کسی از دنیا به بیعت گذرد، این گویا که قدر ندارد، قیمت ندارد. آیا این چی معنی دارد بیعت؟ من میفهمم که این مقصد این برادر چی هست از بیعت، لیکن من برای تو همین حدیث تحلیل میکنم. بیعت انا همین معنی را دارد. پیغمبر گفتند همه امت من وارد جنت میشود مگر کسانی که خواهان جنت نیستند. گفتند کیها هستند که جنت را نمیخواهند؟ گفت آن کسانی که اگر در دنیا به سنت های من قدم زدند اونها جنت را میخواهند. آن کسانی که از سنت های من روی گردانیدند اونها جنت را نمیخواهند. از این خاطر این برادری که بیعت از من سوال کرده است، انا همین است که پیروی سنت های پیغمبر بشو. من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی سنتی مرا دوست می‌دارد، پیغمبر گفت وای مرا دوست می‌دارد. کسی مرا دوست داشت وای همراه من در جنت است. انا همین است معنای بیعت. داملای عزیز السلام علیکم. یک حاجی همسایه داریم، دخترهاش کسی خواستگاری نمیکند. خیر قضای الهی همین بوده است. باز چگونه حاجی هست که دخترهای ما را نیز سیاه میکند و خواستگارها را از راه میزند؟ این چگونه همسایه داری هست و این چگونه حاجگی هست؟ شهر دوشنبه التماس مفصل جواب گویید. از همون حاجی پرسیدن در کاروای چه خیلی حاجی باشد. در اصل امروز من وقتی حاجی ها را اگر مبادای سنگ زنم، همون حاجی های را سنگ میزنم که لایقی سنگ زدن دارند. من همه حاجی ها را نمیشنوم، ولی بسیاری از حاجی های هستند که الحمدلله بهترین حاجی هستند. باید حاجی در بین مردم یک نمونه باشند. نمونه. افسوس که امروز حاجی ها دروغگو هم شدند. امروز حاجی ها عرق نوش هم شدند. امروز حاجی ها در معرکه هاشون عرق هم میدهند. امروز حاجی ها خیانت هم میکنند. امروز حاجی ها چی کارهای نادرستی را انجام میدهند. بسیار این باور کنین یک شرم است، عیب است که اینقدر مکان مقدس رفته زیارت کردن، پس آمده تا جایی که بهبودی در عملهای تو پیدا شود برعکس. شاید همون حدیث پیغمبری خدا باشد که شما حاجی ها را آن زمان فهمین که حج هاشون قبول شد که اگر فعلشون دیگرگون شدگی باشد. اگر تا زمان حج دروغگو بود، رفت آمد راستگو شد، یقین دانین که وای حجش قبول شد. اگر تا زمان حج وای عرق فروش بود، آمد عرق فروشی را پرتاب، یقین دانین که او را حجش قبول شد. یا دیگر خصلت‌های ناخوبی که داشت اونها را ترک کرد، دانین که حج او قبول شد. بسیاری از حاجی‌های ما بعضی کبر هم دارند، بسیار سرکشی ها هم دارند. بسیار از همه اونها خواهش میکنم که حاجی هم که باشین الحمدلله آدم هستین، انسان هستین، خاکسار شوین. حضرت مولوی جنی را خدا رحمت کند و میگوید ملا شدی و شیخ شدی دانشمند. ملا شدی، شیخ شدی، دانشمند شدی. ملا شدی و شیخ شدی دانشمند، بین جمله شدی ولی مسلمان نشدی. همش شدی، ملا شدی، شیخ هم شدی، حاجی هم شدی، صوفی هم شدی، ایشان هم شدی، همش شدی لیکن مسلمان نشدی. مقصد مسلمان شدن است. بعضی از حاجی ها را گوش کردیم آمدن همون مکانهای مقدس با تنقید میکنن، میگوید همه مسلمانی در ما بوده است. بله 50% خانت به نماز مسلمانی در تو است. تمام معرکات به عرق میگذرد، مسلمانی در تو است. دخترات همه بی حیا هستند، مسلمانی در تو است. اینا در ما و شما حقوق نداریم. این چگونه همسایگی باشد؟
حبیب خدا میگد ما زال جبرئیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. هرگاهی که حضرت جبرئیل نزد من می آمد فقط و فقط برای من در باب همسایه بی نهایت تأکید ها میکرد که با همسایه ها بسیار معامله خوب کن، با همسایه ها بسیار معامله خوب کن. حتی گمان کردم این که وقتی از دنیا گذرم شاید همسایه از همسایه میراث میبردگی باشد. تا این اندازه من نگاه گمان کردم. پیغمبر خدا میگوید والذی لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. قیل من یا رسول الله؟ قسم به الله گفت پیغمبر که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد. گفتند ای حبیب خدا این در حق کیست؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. پیغمبر گفت آن کسی که فقط و فقط در آزار همسایه کوشش میکنند. این دو همسایه هستند یا سه همسایه هستند زندگی میکنند، لیکن فقط وظیفه‌ش همین است که به همسایه ضرر میرساند، همسایه را آزار میدهد. پیغمبر خدا گفتن والله لا یؤمن، قسم به الله که وی ایمان ندارد. در همسایه داریمان بسیار باور کنین ما و شما بیگانه شدیم، بی پروا شدیم، غم همسایه دیگر نمیخوریم. حالا که حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های نزدیک پیغمبر است، حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن یا ابوذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. ابوذر گفت وقتی همون عائلت که یک شوربا که پخت، یک خوراک که پخت، فاکثر ماءها، آبش زیادتر کن. گفتن بهر چی؟ تعاهد جیرانک، تا که همسایه ها را از این با نصیب کن، برای خاطر همسایه ها آب شوربا را زیادتر کن. گفت امروز باور کن همون انصاف همسایه داری ما و شما از بین رفته است، فقط ما و شما دشمنی میکنیم. اگر همسایه را بینیم یک خانه نو کرده است، به همین عادی زبان خودمان میگیم تلخ کف میشویم که خانه همسایه من بهبودی پیدا شده است. اگر یک بچه همسایه ما یک وظیفه گیرد، ما و شما دیوانه میشویم. اگر یک سواره نو در خانه همسایه ما آمد و در حال ما و شما دیگرگون میشیم، در هر بیخ بعد دیگر چیکار میکنیم؟ غیبتش سر کردن میگیریم. حالا که ما و شما باید که چیکار کنیم؟ دعا کنیم که خداوند باز باید بیشتر دید و انصافش دید که باز ما را یاردم کند، ما را کمک کند. در آزار همسایه باید ما و شما صبر کننده باشیم، حسد نداشته باشیم. یک قصه میکنم به همین موضوع امروزه را انجام میدهم. بار میگد پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند، همین مثل نشستی ما و شما، صحابه در اطرافش. میگد حبیب خدا موعظه کردن، بعد موعظه چیکار کرد؟ گفت الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست. صحابه همه حیرت نماندن این بنده نیکبخت کی باشد. وقتی می درآید یک مرد سیاه پوسته آمده نماز میخواند، باز برآمده میرود. فردا میشود باز پیغمبر خدا میگوید الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست، میدارد باز همون مرد. روز سوم هم همین تکرار میکند، باز همون مرد میدراید. یکی از صحابه های پیغمبر میخواهد که عملهای او را از خود کند تا که چی عمل دارد که جنت مشتاق این است. از پس او میرود، به خانه او میرسد، میگوید مرا مهمان نمیکنی، من مسافرم. میگوید مهمان میکنم. این مرد میگوید من 3 روز در خانه این مرد که جنت مشتاق اوست مهمان شدم، بغیر همین 5 وقت نمازی با جماعت دیگر هیچ نماز زیادتیش ندیدم. برابر من عبادت میکرد، از من چیز زیاد عبادت نمیکرد. در آخر میگه روزی سوم شد، گفتم ای مرد خدا میدانی که پیغمبر چی بشارتی خوبه برای تو داد. ما به این خاطر آمدم تا که عملهای تو را نظر کنم،
تو چی عمل داری که مشتاق از جنت برای تو؟ میگد این آب چشم کرد که جنت مشتاق من است. گفت بله جنت مشتاق توست. این بشارت پیغمبری خداست. گفت من هیچ عمل زیادتی ندارم چگونه ای که تو در 3 روز دیدی، فقط من در دلم حسد ندارم. هر بهبودی هایی که در همسایه هم پیدا می شود من فقط شکر میکنم که خدا را شکر که این گونه همسایه های بای و این گونه همسایه های خیلی خوب در اطراف من همسایه شدن، در حقشان دعا میکنم. شاید که از همین خصلتی که من حسد ندارم، بدبینی ندارم، شاید خداوند همین خصلت نیکی مرا پسندش آمده باشد و جنت مشتاق من گردانیدگی باشد. این است برای هر انسانی که همسایه دارد. این مسئله یک بار دیگر در ما هم آمده بود. امروز این کردار بدم پیدا شده است که خواستگارها را باور کن از راه میزنند که دختر فلانی را نگیر. این خیلی عیب است و خیلی گناه کلان است. تهمت است باور کنین در حق یک برادر مؤمن. باید ما و شما در حق همسایه، در حق برادرمان نیک گمان باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله سوال های خیلی زیاد اینجا نزد من باقی ماند. در آخر همین یک سوال خیلی تعجیلانه است، همین سوال تا جوابش میگیم و بعدا دعا کنیم. السلام علیکم استاد عزیز، آیا بالای گور درخت میوه‌دار شیناندن ممکن است یا نه؟ یعنی بالای گورهایی که از ما و شما هستند، بالای آنها میوه، یعنی درخت میوه‌دار شیناندن پرسیدن. یعنی عزیزان ما و شما به این خاطر بالای گورستان در درخت‌های میوه‌دار اجازت نمیدهند که در گورستان خوردن میوه یا خوردنی مکروه است. به این خاطر بالای گورها در اجازت نمیدهند که درخت‌های میوه‌دار شینانید. لیکن شما فراموش نکنید که وقتی پیغمبر خدا به پیش 2 گوره گذاشتن که میگد خیلی عذاب داشتن، وقتی از صاحبان اونها پرسپاس کرد، فهمید به چی سبب اونها امروز در عذاب گرفتارند. میگد یک نوده سوز درخت سبز گرفت، میگد 2 پاره کرد و بالای این گورها خلانید و گفت تا وقتی که این برگها سبز هستند برای این مرده ها تسبیح میگویند. یعنی از این خاطر درخت شیناندن در بالای قبرها خیلی ثواب کلان دارد، فقط اگر توانیم به میوه باشد. امروز الحمدلله در جمهوری ما و شما اگر درخت داشته باشیم، به تلویزیون نظر کنین، حتی رئیس جمهور هم خودشان درخت چینانده ایستادند، حشر رفته ایستاده است. باور کنید به نهایت ثواب کلان است. در گورستان هاتون شینانین. اگر در گورستان ها فقط بالای هم پدر